خداوند گفته الا به ذکر الله تطمئن القلوب. یاد خدا، وصل شدن به رب العالمین دلها رو آرام میکنه. پس تنها راه نجات اینه، آرامشی که همه دنبالشن و در دسترس همه هست ولی خب ازش غافلیم. خداوند در قرآن میفرماید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا و ان الله لمع المحسنین. کسانی که برای رسیدن به درگاه ما، به رضای ما، به خوشنودی ما واقعا اون چیزی که در توانشونه بذل جهد میکنن، در طبق اخلاص میگذارن و تقدیم میکنن. نتیجه چی میشه؟ والذین جاهدوا فینا. این فینا خیلی مهمه. جاهدوا فینا، باید تلاش بکنید، تلاش در راه رضای خدا و خوشنودی خدا باشه. نتیجه چی میشه؟ لنهدینهم سبلنا. ما همه راههایی که به ما متصل میشه به اونها نشون میدیم و بعد هدایتشون میکنیم، جهتشون میدیم. سبحان الله. و ان الله لمع المحسنین. و خدا همراه نیکوکاران است. اولین نیکی در حق خودمون باید بکنیم، دومین نیکی در حق پدر مادر، خانواده، همسر، بچه ها، سومین نیکی در حق ارحام، در حق معلم، در حق شاگردامون، همسایه هامون، دوستامون، کارمندامون، شاگردامون، برادرها و خواهرای مسلمانمون، برادرها و خواهرای انسانمون. احسان و نیکی مذهب نداره، مذهبش انسانیه. تا اگر به یه مورچی هم غذا بدید مأجورید. ان الله كتب الاحسان علی کل شیء. میازار موری که دانه کش است که جان دارد و جان شیرین خوش است. در قوم بنی اسرائیل شخصی به خاطر گربه‌ای که یک زنی به خاطر گربه‌ای که زندانی کرد 3 روز اجازه نداد غذا بخوره، غذا هم بهش نداد، آب بهش نداد، انباری زندانیش کرد، درم باز نکرد که خودش بره موشی چیزی شکار بکنه. بعد از 3 روز که در باز کرد که اون گربه مرده. خداوند برش خشم گرفت و یک زن روسبی که سالهای سال روسبیگری میکرد از جایی رد میشد، دید که سگی از تشنگی داره خاک میخوره. رفت آبی آورد بر دهان سگ گذاشت، زنده شد سگ. خداوند این عملش پذیرفت. این کاری که احسان میکنه عجایب میکنه. یکی از منابع انرژی هست احسان کردن و گذشت کردن و در خدمت برادر و خواهر برآمدن. نماز که یه چیز شخصیه، روزه یه چیز شخصیه، تلاوت یه چیز شخصیه. برای بندگان خدا چیکار کردید؟ علما میگن جهاد 5 تا جهاده. جهاد مالی، سرمایه‌دارا کجان؟ سینه سپر بکنن برای توسعه جامعه، برای لوکس کردن جامعه، برای بیداری جامعه، برای آموزش جامعه. میگه نه با پول سرمایه‌داران مسلمانی که مدارس درست میشه، مساجد درست میشه، کتابخانه ها درست میشه، بیمارستان ها درست میشه، جاده ها درست میشه، مراکز پژوهشی و تحقیقاتی درست میشه. کجان عبدالرحمن ابن عوف ها، عثمان ابن عفان ها، ابوبکر ها، عمر ها؟ جهاد مالی، هر جایی که صحبت از جهاد نفس شده صحبت از جهاد مال شده. انفاق بزرگترین منبع انرژی است برای انسان، برای جامعه. دلت بزرگ بکن. در نامهای 99 گانه خداوند نام بخیل نیست، سخی هست، کریم هست. خداوندی که کریم دوست نداره بندگانش بخیل باشن. میگه تو بده تا من بدم. تعامل با بالا بکنید. کسی از صدقه دادن فقیر نشده. ما نقص مال من صدقه. هیچ مالی از صدقه دادن کم نشده.
پیامبر صلی الله علیه و سلم میگه الید العلیا خیر من الید السفلا، دست علیا بالا و برتر بهتر از دست پایینتره. منظورش دست دهنده خیره، بهتر از دست گیرنده. جهاد مالی، جهاد تعلیمی، بزرگترین جهاد جهاد آموزش و پرورشه. این تهاجم فرهنگی که صدها بلکه هزارها کانالها و شبکه‌های ماهواره‌ای شبانه روز آموزش ابتذال، آموزش فحشاگری، آموزش فلان، آموزش کفر، آموزش الحاد، آموزش فساد، آموزش میلیاردها صرف این شبکه ها میشه. تیشه به ریشه ما دارن میزنن. هر اسلحه‌ای باید از نوع خودش باشه تا جواب بده. تهاجم فرهنگی باید با چه؟ جهاد تعلیمی، مدارس خوب با کیفیت درست بکنیم، تجهیزات خوب، امکانات خوب. سوم جهاد تبلیغی، تبلیغاتی. امروز چقدر شبکه های تبلیغاتی هست. هر ابزاری که برای تبلیغ ارزش ها لازمه باید براش هزینه بکنیم. الان این برنامه لایو آنلاین پخش مستقیم الان داره انجام میشه. اینم همین اینترنته، اینم همین دوربینه، اینم همین میکروفونه، اینم همین موبایله. خودمون تو این چارچوب نشستیم با کل دنیا، حداقل 150 میلیون فارسی زبان الان اونهایی که بیدارن دارن گوش میدن و این برنامه رو مشاهده میکنن. این بهش میگن جهاد تبلیغاتی، جهاد تبلیغی، جهاد مالی، جهاد تعلیمی، جهاد تبلیغی، جهاد سیاسی، جهاد نظامی. پنجم جهاد نظامیه و اونم برای هیبت مسلمانان لازمه. کفر آمده در قلب جهان اسلام کشتیهاش لنگر انداختن، در صورتی که در صدر اسلام وقتی دشمنان اسلام میشنیدن که لشکر مجاهدین اسلام، ارتش اسلام حرکت کرده، از مسافت 1 ماه همینجور میلرزیدن فرماندهانشون، رهبرانشون. پیامبر صلی الله علیه و سلم میفرمایند نصرت بالرعب مسیرة شهر، خداوند من و امت منو نصرت کرده با رعب و وحشت و هیبتی که در دل کفار و دشمنان میندازه. سبحان الله. اون هیبت امروز کجاست؟ اون هیبت نیست چون تقوا نیست، اون هیبت نیست چون خدا ترسی نیست، اون هیبت نیست چون تعهد و پایبندی نیست، اون هیبت نیست چون اتحاد و یک پارچگی و انسجام نیست، اون هیبت نیست چون دلدادگی به دنیا به اوج رسیده تو مسلمانان، اون هیبت نیست چون آیات جهاد تعطیل شده. خب دشمن در ما طمع کرده، بعدم میگه هیچ غلطی نمیتونن جهان اسلام بکنن. وقتی مشکلی تو کشورهای اسلامی پیش میاد، رهبران جهان اسلام، آمریکا به دادمون برس، اسرائیل به دادمون برس، حتی تو خیلی وقت نیست سلطان عبدالحمید ثانی، این مرد بزرگ در خلافت عثمانی ها بود که بعد بر بیش از نیمی از اروپا حکومت میکرد. خلافت عثمانی مقتدرترین ارتش و دولت در دنیا بود. وقتی که صهیونیست‌ها پیشنهاد دادن که تمامی دیون عثمانی ها رو پرداخت میکنن و این قدم سکه دینار طلا به خود خلیفه میدن در مقابل چند متر از سرزمین قدس، سلطان عبدالحمید ثانی در جوابشون گفت
این سرزمین بها و ثمنش و قیمتش خون ماست، این شرف و ناموس ماست. پس جهاد مالی، انفاق. قرآن مثالهای زیادی درباره سرمایه‌داران داره. آیاتی درباره قارون خونده شده. این میلیاردر زمان خودش که کلید خزانه‌هاش قافله شتر بار بود، یه روزی در زینتش با اون تکبر و تجبر و خودخواهی و در اوج تبخترش آمد تو خیابون با کل خدم و حشمش و بردگانش، با غرور خاصی راه میرفت روی زمین خدا، زیر آسمان خدا، با مال خدا، با مالی که خدا در اختیارش گذاشته. این مال خودم با بازوی خودم، با فکر بیزنسمنی خودم به دست آوردم، با ذکاوت و هوش خودم برم به فقرا بدم. وقتی بیرون آمد در یک موکب عظیم و باشکوهی، فقرا تمنا کردند که کاشکی اون چیزی که قارون داشت ما داشتیم. یک دفعه خدا زمین و زیر پای قارون با مال و خزائنش و قصرهاش باز کرد. فخسفنا بهی و بداره الارض. خسف، خاف، سین، ف یکی از انواع عذاب هاست. ما قذف داریم، خسف هم داریم. قذف قاف و ذال و ف یعنی سنگریزه پرتاب کردن که به طرف قوم لوط پرتاب شد، به طرف قوم ابرهه حبشی پرتاب شد. طیر ابابیل تو منقارهاشون بود، سنگریزه های از سجیل آتشین. علامت گذاری شده بود که این سنگ از تو منقار این پرنده باید سر این کافر بخوره. سبحان الله. مثل موشک های استینگیری که هواپیماهای جنگی و موشک ها رو دنبال میکنه، خیلی سبکه، صنع آمریکاست. تا اون به هدف نزنه، به هدف نخوره، چه؟ علامت گذاری شده بوده. اما خسف این که زمین زیر پای ظالم و متکبر و خودخواه باز بشه. فخسفنا بهی و بداره الارض. میگه ما زمین و زیر پای قارون چه باز کردیم و بدارهی و قصرش و ممتلکاتش. بعد زمین به هم آمد. زمین مأموره، باز شو باز میشه. آسمان شیر تو باز کن ببار میباره. در همین سیل اخیر در استان گلستان 65% باران یک سال در 24 ساعت آمد. کی طاقتش داره؟ این دریا اینطور آرام میاد برمیگرده، میاد تا تو کوچه میاد برمیگرده. چه تضمینی هست که یک دفعه چه از تو کوچه بیاد از سر ما رد بشه بره به کوه گنو برسه؟ چه تضمینی هست؟ بعضی انسان ها تو خواب سکته میکنن، یه جیغی میزنن، فریادی میزنن. خیلی از جوان ها ما شاهدش بودیم که تو خواب سکته کردن، خوابیده کنار همسرش، یک دفعه تو خواب بلند میشه یه جیغی میزنه، تق به زمین میفته. ولی خیلی از انسان ها به آغوش مرگ رفتن، شهادت در راه خدا. همون فقرایی که تا دیروز میگفتن چه کاش که ما به جای این بودیم، الان گفتن الحمدلله که ما جای اون نیستیم. سبحان الله. میلیاردر زمان رفت ولی فقرا موندن، تاجر رفت ولی فقیرا موندن. تاجر باید اگر میلیاردر زمان خودش باشه تواضع فقیر ندار داشته باشه که وقتی با خدمش با خدمتکاراش میچرخه تشخیص داده نشه که این تاجر، این ارباب، این فقیره. مالدار مسلمان باید اینطوری باشه، فقیر رو کوله بکنه. امروز هم سرمایه‌دارانی هستن که فقرا رو کوله میکنن، یتیما رو بغل میکنن، آب بینی یتیم رو لباسش سرازیره نمیگیره و توی لباس هم خراب شد. اگر یه برادر سبز رنگی سیاه پوستی تو جمع باشه، الان بیاد اینجا، یه برادری که جیبش خالیه، فقیر، نان شب نداره، بیاد اینجا پیش من
دست من بگیره، نگاه دست من بکنید، یعنی 5 دقیقه بعد دست من سیاه میشه، فقرش از جیب اون منتقل میشه به من. اینطوری نیست. برادرای فقیرمون، اونایی که کمی سبزه ترن، اونا رو با آغوش بکشیم، دستشون رو درست بفشاریم. انسانیته. اون از کرامت انسانی برخورداره، درست مال نداره. این داستان قارون اما یکی از سرمایه‌داران به نام مشهور جهان اسلام در صدر اسلام شخص نیست مگر عبدالرحمن ابن عوف رضی الله عنه. یک کتابی نوشته شده، رجال حول الرسول، مردانی پیرامون رسول صلی الله علیه وسلم، ترجمه شده به زبان فارسی. این کتابو حتما بخرید. زندگی نامه بیش از 60 تا از بارزترین شخصیت‌های یاران پیامبر و شخصیت‌های بزرگی که پیرامون پیامبر بودن صلی الله علیه وسلم و در مکتب رسول الله صلی الله علیه وسلم تربیت شدن، که یکیشون عبدالرحمن ابن عوف بود که جزو سابقین اولین بود به اسلام. در همون روزهای اول اسلام، بعد از اینکه ابوبکر صدیق به اسلام گروید، پیشنهاد داد به 4-5 نفر، به 7-8 نفر، که یکیشون سعد ابن ابی وقاص بود، دوم عثمان ابن عفان بود، سوم طلحه بود، چهارم زبیر بود، پنجم عبدالرحمن ابن عوف بود. اینا همشون از اون 10 نفرن که پیامبر در حیاتشون به اونها روی زمین راه میرفتن. گفت شما 10 نفر یار بهشتی هستید، شما 10 نفر بشارت به بهشت به شما میدم. سبحان الله، روی زمین داره راه میره، پیامبر بهش میگه تو بهشتی هستی، تو بهشتی هستی، تو بهشتی هستی. نابرد رنج گنج موثر نخواهد شد. مزدان گرفت جان برادر که کار کرد. همینطوری بهشتی نشدن. جبرائیل وقتی که نازل میشد بر پیامبر صلی الله علیه وسلم میگفت سلام خدیجه برسان، سلام عایشه برسان. سبحان الله، یک زن به کجا میرسه که جبرائیل امین میاد، فرمانده کل فرشتگانه، مطاع ثم امین، 2 تا بالش کل افق در سدرة المنتهی میپوشونه، فرمانده کل فرشتگانه. یک روزی عبدالرحمن ابن عوف 1/8 اسلام بوده، نفر 8 بوده. وقتی که اسلامشو اعلام میکنه مورد اذیت و آزار قرار میگیره. در هجرت اول به حبشه چه هجرت میکنه، برمیگرده به مکه. در هجرت دوم هجرت میکنه به حبشه و بعد برمیگرده و بعد به مدینه هجرت میکنه، شهر پیامبر صلی الله علیه وسلم. فقط با لباس تنش. اون موقع عبدالرحمن میلیاردر نبوده. وقتی میره به مدینه، پیامبر صلی الله علیه وسلم رابطه اخوت و برادری بین انصار و مهاجر قرار میده که حتی از همدیگه ارث میبردن. به برادر انصاری به اسم سعد ابن ربیع گفت این عبدالرحمن برادر توست. مالدارترین اهل مدینه، یکی از مالدارترینشون همین سعد ابن ربیع بود که برادر انصاری چه عبدالرحمن ابن عوف بود. گفت ای برادر، نگاه به خانه من بکن، هر کدوم از خانه ها میخواهی تو انتخاب بکن مال تو. تو مال من نگاه کن، هر چی به دردت میخوره تو میپسندی مال تو. تو بستان من، تو زندگی من. دعای خیر کرد، گفت بارک الله فی بیتک و مالک و اهلک و بستانک دلنی علی السوق. راه بازار نشون من بده، بازاری های عزیز. 6-7 تا از عشره مبشره به بهشت بازاری بودن. بازار ملعون نیست، بازار بدترین جا نیست. هر جا که آدم غافل باشه اون بدترین جاست. اگر تو بازار، تو همین بازار بندر عباس، تو همین بازار طلافروشی دبی، تو میگم تو باریس گالری، من هر وقت دبی میرفتم چند سالهای قبل که میرفتم دبی، میرفتم باریس گالری.
اونجا لوکسترین تو کشورهای خلیج، هر سال رتبه اول میاره. 600 تا از جوانای خودمون که خیلی لوکسن اونجا چه؟ اونجا کار میکنن تو مجموعه باریس گالری. جوانایی هستن که باور بکن تو کشو میزشون همونجا تو موبایلشون سخنرانی شیخ زیایی رحمت الله علیه هست. و یکی از شبها ساعت 12 به بعد تو یک واحدی از من وقت گرفتن، نزدیک به 70 نفر از کارکنان باریس گالری اون شب تا سحر با هم نشستیم که دیگه جا نبود. پس بازار ملعون نیست. گفت راه بازار نشونم بده. پیامبر صلی الله علیه و سلم این خبر رو شنید، عفت نفس عبدالرحمن شنید، دعا براش کرد. گفت عبدالرحمن از جمله اغنیاست. عبدالرحمن میگه من سنگو بلند میکردم، پام به سنگی میخورد، فکر میکردم درهم و دینار گنج زیرشه. آنچنان خدا در باز کرد. اما یک جمله پیامبر صلی الله علیه و سلم به عبدالرحمن ابن عوف گفت عبدالرحمن تو از اغنیا هستید، ولی روز قیامت تو سینه خیز و 4 دست و پا وارد بهش میشید. به خدا قرض بده تا قدمهای تو رو باز بکنه، آزاد بکنه که بدوید همراه دوندگان به سوی درهای بهشت. عبدالرحمن این مال تو که یه روزی از اغنیا خواهید شد، سرمایه‌داران، مانع نشه که پاتو لنگان لنگان بکنه، دیگران بدون به سوی بهشت. این مال تو پاتو کند بکنه، حرکتتو کند بکنه. به خدا قرض بده تا پاتو آزاد بکنه. سبحان الله. یک قطعه زمینی فروخت، وقت داره ما رو تعقیب میکنه. یک قطعه زمینی فروخت به 40,000 دینار طلا در اون زمان. همه رو تقسیم کرد بین فقرا و مساکین، حتی به امهات المؤمنین. یک بار 500 تا اسب یک جا برای ارتش اسلام داد. وقتی میگم 500 تا اسب در اون زمان، یعنی 500 تا تانک در این زمان. 1500 تا شتر یک جا تقدیم ارتش اسلام کرد، یعنی 1500 تا نفربر در این زمان. یک روز قافله از شام می آمد، اطراف مدینه گرد و غباری برپا شد، طوفان خاکی برپا شد، اهل مدینه وحشت زده شدن، ام المؤمنین وحشت زده شد. گفت نگاه بکنید طوفانی چیه، گردبادی چیه. حالا که رفتن که قافله 700 تا شتوری عبدالرحمن ابن عوف از شام داره میاد، از پوشاک و مواد غذایی که نیاز مدینه و حواشی مدینه هست همه بار بود. همه دلالا و تجار پریدن بیرون، گفتن عبدالرحمن این 700 تا شتر مال ما، 1 دینار 10 دینار سود. گفت بیشتر بهم دادن. گفتن 20 دینار 30 دینار 40 دینار 50 دینار. گفت بیشتر به من دادن. گفتن عبدالرحمن 1 دینار 100 دینار. گفت بیشتر به من دادن. گفتن عبدالرحمن 1 دینار 200 دینار. گفت بیشتر به من دادن. گفت انصاف هم چیز خوبیه، دیگه چادری تو مدینه نیست غیر از ما، کی به تو 1 دینار یا 1 درهم 200 درهم سود داده؟ گفت بیشتر پرداخت میکنید یا با اون معامله بکنم؟ گفتن ما دیگه حدمون همینه، عاجز شدیم. مال خودت مبارکش باد هر کسی که با تو معامله میکنه 1 به 200 سود میده. گفت من با رب العالمین، و گریه کرد. گفت مادر، به مادرش ام المؤمنین عایشه گفت مادر گواه باش که عبدالرحمن نمیخواد سینه خیز وارد بهشت باشه. در یک روز عیدی و مهرجانی که مدینه در قحطی بود، حتی اون زمام و تناب شترش و پالون شترش هم به خونه نبرد، با شتراش همه بخشید. 700 تا شتر یک جا. اینطوری معامله میکنن. نه حالا تو 2000 تومانی یه نفر گرفته، یه بسته 1000 تومانی هی آب دهنش میزنه که نها کنه 2 تا 1000 تومانی به هم نچسبیده. خب بچسبه، تو داری خیر میکنی، بذار 10 تا به هم بچسبه، بذار 10 تا به هم بچسبه. اون آقای مالش بود ولی ما غلام مالمونیم. گریه میکرد. یک روز 50,000 دینار
توصیه کرد که توزیع بشه. برای هر کسی که در جنگ بدر شرکت کرده بود هر نفر 400 دینار هدیه داد. حتی عثمان بن عفان که یک سرمایه‌دار بود اونم اون مبلغ رو گرفت، گفت مال عبدالرحمن مال پاک و حلالیه و طعمه پاکیه، من میخوام از این مال بخورم. خودش سرمایه‌دار بود ولی گفت هدیه چیز دیگه است. در سال 32 هجری اجلش رسید. بعد از این همه ام المؤمنین عایشه میخواست سورپرایزش بکنه، گفت عبدالرحمن در اون لحظاتی که جان میداد گفت که تو کسی بودی که رسول الله صلی الله علیه و آله از دنیا رفت و از تو راضی بود. حجره من و اتاق من که رسول الله صلی الله علیه و آله شوهرم توش دفنه و پدر من ابوبکر و عمر، تو بیا اینجا دفن شو. ببخشید، بله تو بیا اینجا دفن شو پیش رسول الله صلی الله علیه و آله و ابوبکر و عمر. کی دلش نمیخواد اینجا دفن بشه؟ ولی اینجا شرم حیات و یک معنی که به برادرش و دوستش داده بود عثمان بن مظعون که هر کدوم از ما زودتر مردن برادرش کنارش دفن بشه. و همیشه گریه میکرد که مبادا حسنات من و ثواب‌های من در دنیا به من داده شده و روز قیامت از دوستانم عقب میمانم. پیشنهاد خلافت بهش دادن، جزو 6 نفر بود. گفت اگر کارت بگذارن روی این حلقومم فشار بدن که از اون طرف حلقومم ببره، بهتر از این که من بپذیرم خلیفه بشم. تنازل کرد و حضرت علی بهش گفت از رسول الله صلی الله علیه و آله شنیدم که درباره تو گفته عبدالرحمن امین در آسمان، در اهل آسمان و امین در اهل زمین، هر چی تو قضاوت کردی من میپذیرم. عبدالرحمن گفت پس عثمان ابن عفان خلیفه مسلمین بعد از عمر بشه. و علی رضی الله عنه اولین کسی بود که بیعت کرد. اما هنگام مرگ در حالی که از اموالش میترسید که شاید روز قیامت از دوستانش اونو دور بکنه، این نسیم خنک این آیه هم نوازشش کرد و جانشو آرام تسلیم جان آفرین کرد. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما انفقوا منا ولا اذى لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. اونهایی که به خاطر رضای خدا انفاق میکنن و منت نمیگذارن در راه خدا، اجرشون نزد خدا ضایع نمیشه و هیچ ترسی و حزنی بر اونها نیست. و جانو تسلیم جان آفرین کرد. درباره عبدالرحمن میگن که اهل مدینه همه شریکش بودن. 1/3 بهشون قرض میداد، 1/3 دینشون و بدهکاریشون رو پرداخت میکرد، دنبال بدهکارا میگشت و 1/3 هدیه بهشون میداد به ارحامش. اونها رو شاد میکرد. هنوز فرصت از دست نرفته، همت بکنید عزیزان من، ولی همیشه خیر تو پرونده هاتون باشه و موفق و مؤید و سربلند باشید. من خیلی از این داستان ها رو داستان خلاصه کردم، ولی واقعا یکی از الگوهای عجیبی که بالاخره میتونه الگوی خوبی برای سرمایه‌دارای ما باشن، جوانای عزیزمون که در آینده امید داریم. موفق و مؤید و سربلند باشید. نماز وترم میخونیم، در دعا هم آمین بگیم، بعدم شما رو خدا بسپارید و آخر دعوانا الحمدلله رب العالمین. موفق و مؤید و سربلند باشید.